زادروزت مبارک، زادروزت مبارک. سلام ای شب، سلام ای مه و اختر، سلام ای عشق، ای پیک دل من، سلام ای الله زیبای مادر، سلام بر شاعران شعر آفر، سلام بر سروی زیبا و صنوبر، بر دوستان عشق پرور، سلام بر حرف خوبی روی دفتر. درود و پیامی پر از مهر، صمیمیت، نثارتان بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون سیمای شهری پنجکند. از آن شاد و ممنونیم که باز توسط برنامه زادروز مبارک مهمان کاشانه های پرفیض شماییم. در این شام زیبا، در این لحظه های فرح بخش، آن نفرانی که جشن زادروز و یا دیگر صحنه های فرح بخش حیاتی را جشن میگیرند، ما کارمندان شرکت صدا و سیمای شهری پنجکه نیز به تبریکات و خرسندی هر یک شما هم شریک هستیم. زادروز برای همه صاحب جشن ها مبارک باشد گویان شروع میکنیم. زادروز شما بوی بهار آورده، پیغام و فرح به روزگار آورده. باعث تبریکاتی و شادباشی و فرحمندی است که در این سنه پدری عزیز و مهربان، شاه ستون خاندان عبدالجبار جشن مولود دارند. پدرجان عزیز شما را با بهار 60 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند پسرتان دلیر، دخترهایتان گلمیره، نیلوفر، نیلگونه، موزونه، کلینتان فاطمه، نبیرهایتان عبدالله جان، مهرانه، همسر مهربانتان، پیوندان و نزدیکان، خویش و تباران صمیمانه و صدقاً شاد باش گفته برایتان چنین میگویند. پدرجان عزیزم، چون آرزوی آمال همیشگی، اولا تنی نیرومند، خاطری جمع، حیاتی همیشه پر از فرح و خانه آباد و زندگی زیبا آرزومندیم. بگذار همیشه خنده نورپاش حیات شیرین و گوارای شما باشد. سالگرد امروز حیاتتان، 60 سالگی عمرتان به عقبای فردا چون آفتاب پرجلا نورپاشی کند. دلی سرشار از محبت و صمیمیتان همیشه صاف و بی‌غبار باشد. هر کجا قدم بگذارید، بگذار قدومتان صفا بخش باشد. هر کجا نان شکنید، بگذار برکات بخانه باشد. عمرتان فرح تا فضای شادی ها همیشه دنبالگیر خوشی های خوب زندگی بگردد. پدر جان، برایتان هرچی بگوییم و وصف و ستایش بکنیم این برای شما کم است، زیرا از هر سخن والایت پدر جان. عمری دراز و حیاتی خوش و زندگی آباد و آسوده داشته باشد. قبلگاهم، پدرجانی مهربانم، زادروزتان مبارک میگویند فرزندان و گفتند چشمهایی از محبت نور شرر دارد پدر، سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر، با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهان دل خبر دارد پدر. پدری عزیز و مهربان، سالگرد نکویتان مبارک باشد. میدانید شما آفتاب خانه، قوت دل، تمام هستی، قبلگاه، معنای زندگی و آسایش و آرامی و خوشبختی ما فرزندان هستید. با بودنتان شکر گفته تنصیحتی و دراز عمری و چون چناری پرقوت در بالای سرمان سایبان بودنتان را از درگاه آفریدگار مهربان التجا داریم. دعاگو هستیم. پدر، بشنو این حرف فرزند خویش، عزیز و گرامی و دلبند خویش، توی مایه بود و پیدایشم، کنارت به ناز و به آسایشم. پدر، تکیه‌گاه وجود منی، تو سرمایه هستی و بود منی. سالگرد عمرتان مبارک
پدرجان عزیز و مهربان. و یک سرود همچون ارمغان درخواست کردند. این لحظه تقدیمتان میگردانیم، پذیرا باشد. زادروزی نکو برایتان مبارک باشد. شما شایسته باد، خرمی و خوشدلی پیوسته باد. ارمغان ما در این روز مراد، دسته دسته هدیه و گل دسته باد. باری دیگر زادروزی نکو برای همه شما عزیزان مبارک باشد. همیشه شاد و سلامت و سعادتمند باشد. میدانید آدم ها دنبال خوشبختی و خرسندی هستند. با دیپلمی گرفته شان و با پولی داشته شان، با شغل، با مقام، با ازدواج. اما با این چیزها آدم قسماً خوشبخت است. خوشبختی کامل میدانید چی است؟ یعنی احساس رضایت از هر چی داریم و هر چی هستیم. پس برای داشته هایمان، برای بودن هایمان شکرانه بکنیم و همیشه به آرزو و مقصودهای نیکتان برسید عزیزان. انسان بودن بزرگترین لطف است که یک آدم میتواند به کلی بشریت بکند. انسان بودن یعنی انسان بودن است. پس همیشه انسان باشد. همیشه دنبال هدف و آرزوهای نیکتان باشد. با چنین تمنیات‌های نیک بینندگان عزیز، اینجا ما نیز میرسیم به پایان برنامه. با شما بودیم راوی برنامه من دلافروزی حفیظ، تنظیمگر اسماعیل جان خالف. سلامت باشد. زادروزت مبارک. زادروزت مبارک.